خوش اومدین به یه اپیزود جدید، یه قسمت جدید و یک بازی جدید. امروز اومدیم سراغ بازی کنترل که بازم از استودیوی محبوب رمدیه، یه بازی فوق‌العاده عجیب غریب. سریعتر برم سراغ اصل مطلب. اول بازی نشون میده که یه دختر خانومی به اسم جسی فیدن که شخصیت اصلی داستانه وارد یه اداره‌ای میشه. این اداره به شدت شکل مرموزی داره و خب اصلا برای آدم سوال پیش میاد این جسی فیدن چرا اومده تو این اداره. وقتی که وارد میشه میبینه کسی تو این اداره نیست. ساختمون این اداره توی شهر نیویورک قرار داره و خب مقر اصلی اداره کنترل فدراله. این اداره وظیفش اینه که پدیده‌های فراتبیعی رو پیدا بکنه، راجبشون تحقیق بکنه، مطالعه بکنه، بهشون میپردازه. کلاً تصمیم میگیره خودش به مسیرش ادامه بده تا ببینه کسی رو میتونه پیدا بکنه یا نه. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. میره جلوتر تا بالاخره یه نفر رو میبینه. یه نظافتچیه که داره تی میکشه کف زمینو. این نظافتچیه وقتی جسی رو میبینه یه جوری باهاش صحبت میکنه انگار منتظرش بوده. بهش میگه اومدی برای کار نظافت و این صحبت‌ها، باید بری پیش رئیس مصاحبه بکنی. و خب یه سری حرفای دیگه میزنه که وقتی اولین بار تجربه میکنی واقعیتش زیاد متوجه نمیشی اصلا این آقا داره چی میگه. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. میره طبقه بالا. وقتی میرسه طبقه بالا صدای شلیک میاد. در دفتر رو که باز میکنه میبینه اوه رئیس افتاده رو زمین مرده و مغزش متلاشی شده و یه تفنگی هم بغل دستش. یه چیزی توی ذهن این جسی فیدنه. حالا اون چیز چیه؟ اگه بخوام راجبش براتون توضیح بدم و برگردم به وقایع 17 سال پیش، زمانی که جسی و برادرش که اسمش دیلن هست بچه بودن. اونا توی شهر اوردینری زندگی میکردن. یه روزی توی زباله‌دونی اون شهر یه شیء دارای قدرتی رو پیدا میکنن. اینا یه اسلاید پروژکتور پیدا میکنن که از طریق اسلایدهای مختلفش قابلیت باز کردن درهایی رو به بعدای دیگه پیدا میکنن. این دوتا هم بچه بودن، میخواستن ببینن این چی کار میکنه. اینا شروع کردن بررسی کردنش، اما با یه سری چیزای وحشتناک و عجیب و غریب روبرو میشن. توی یکی از اون اسلایدها که اسلاید شماره 36، اونا با یه رزونانسی به اسم پولاریس آشنا میشن. این چیزی که توی ذهن جسی پولاریسه. حالا چرا اومده تو ذهن جسی اینم براتون توضیح میدم. تو همون لحظه یه گروه بچه دیگه میان که این پروژکتورها رو از این جسی و دیلن بدزدن، اما این بچه‌هایی که میخوان اینا رو بدزدن توسط یه موجودی به اسم نات مادر که توی یه اسلاید دیگه ای قرار داشته تسخیر میشن. جسی هم وقتی میبینه این اتفاق میفته تصمیم میگیره اسلایدها رو نابود بکنه، بجز اسلاید 36 که باهاش با پولاریس ارتباط برقرار کرده بود. چجوری میخواد نابودشون بکنه؟ میگه باید بسوزونیمشون. اما چون این دوتا بچه قابلیت نابودی این اسلایدها رو نداشتن، پولاریس میاد کمکشون بکنه تا این پروژکتور رو خاموش بکنه. اما تا زمانی که این پروژکتور خاموش میشه آسیب زیادی به شهر وارد میشه و فقط 17 نفر جون سالم به در میبرن. در نتیجه این اتفاقات فراتبیعی که به وجود میاد، همون اداره کنترل فدرال که اول کار گفتیم به این اتفاقا نظارت داره، سری خودشو میرسونه به اینجا. برادر جسی یعنی دیلن رو دستگیر میکنن. بعد از دستگیری دیلن، جسی ارتباطشو با پولاریس حفظ میکنه. این پولاریس یه جورایی نیاز به یه منبع نیرو داره تا بتونه کارایی که میخواد رو داخل بود ما انجام بده و برای اون منبع جسی رو انتخاب میکنه و خب میاد داخل ذهن جسی، میتونه باهاش صحبت بکنه، میتونه بهش کلی کمک بکنه تا هم جسی به اهدافش برسه هم پولاریس به اهدافش برسه. هدفشون از این که اینا اومدن داخل این اداره کنترل فدرال اصلا همینه که جسی میخواد دنبال داداشش بگرده و پولاریس هم داره کمکش میکنه. حالا چیزای دیگه هم هست که حالا جلوتر بازم متوجهش میشین. پولاریس به جسی میگه این اسلحه‌ای که افتاده رو برش دار. این اسلحه یه اسلحه است که متعلق به رئیس اداره کنترل فدراله، یعنی همین شخصی که مرده. این شخصی که مرده اسمش زکریا ترنچه. خب رئیس اداره است.
این اسلحه مثل میلیونر میمونه برای تور که چیکار میکرد؟ صاحبشو خودش انتخاب میکرد، یعنی همه کس نمیتونستن باش ارتباط برقرار بکنن. این اسلحه هم دقیقا همینجوره، فقط متعلق به رئیس کنترل فدراله. جسی به محض اینکه اسلحه رو ورمیداره یهو میبینه یه حالی شده، وارد یه بعد دیگه ای میشه. یه مثلث برعکسی یا یه هرمی نشونش میده و با ما صحبت میکنه. حالا جلوتر راجبش حرف میزنم که حالا این هرمه چیه. جسی خودشو به جای ترنچ تصور میکنه که اسلحه رو گذاشته روی سرش و یهو یه تصویری از دارلینگ پخش میشه. دارلینگ یه دانشمند و دکتره که روی این اجسام قدرتمند فراتبیعی داره تحقیق میکنه که توی همین شرکت فدرال هم کار میکنه. داره توی این ویدیو یه جسم خیلی قدرتمند رو توضیح میده. میگه که این جسم خیلی نقش مهمی توی انتخاب بهترین کاندید داره. بهترین کاندیدی که دارم میگم کاندیدای ریاست اداره فدرال، یعنی این جسمه میتونه اونو انتخاب بکنه. یه جورایی این جسمه همون اسلحه‌ایه که دست ترنچ بود و باهاش خودکشی کرده بود. The service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you... اسلحه رو دست میگیره، یه ذره اسلحه اولش مقاومت میکنه، بعد دیگه آروم میشه، یعنی یه جورایی انتخاب میکنه که صاحبش جسی باشه. بعد آقای ترنچ که خودکشی کرده بود توی ذهن جسی شروع میکنه حرف زدن. میگه که Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. جسی متوجه میشه که صدای ترنچ رو داره توی سرش حس میکنه و یه جورایی ارتباط برقرار کرده با تفنگ. یه موجود عجیب و غریبی به اسم هیس توی این ساختمون داره جولون میده برای خودش، یعنی دهن همه رو سرویس کرده. این هیس چیه؟ هیس یه رزونانس شروره، یعنی یه چیزیه عین پولاریس، اما خب این اون خیره، این شره. حالا دلیل وجود این هیس چیه؟ این هیس توسط ترنچ آزاد شده، یعنی همین رئیس بیپدر شرکت. چرا آزاد شده؟ ترنچ به مامورای خودش شک میکنه. برای اینکه شک میکنه این رزونانس شرور رو آزاد میکنه و از کنترلش خارج میشه. این هیس تا میبینه جسی اسلحه رو برداشته حمله میکنه به سمتش که جسی رو تسخیر بکنه، اما خب از اونجایی که جسی هم قدرت‌های خاص خودش رو داره مقاومت میکنه در برابر هیس و هیس نمیتونه اونو تسخیرش بکنه. You stopped it. You... Thank you. That was... horror. شروع میکنه جنگیدن، میره همینجور به مسیرش ادامه میده. دوباره یه سری تصوراتی از آقای ترنچ میبینه که اینا رو میگه. The hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. دقیقاً میگه به خط تلفن دسترسی پیدا کن. دوباره بعد جلوتر میرسیم به یه فیلم دیگه ای که از دارلینگه. باز داره یکی از شیهای قدرتمند دیگه رو توضیح میده که اینا رو میگه. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well,
Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. بازم بعد از این دوباره میرسه به یه جای عجیب و غریب قرمزی. ترنچ میاد میگه نقطه کنترل رو پاک کن. اونم میگه که چجوری پاک بکنم؟ میگه خب اگر دستمو بزنم رو زمین، نمیدونم اینا رو چجوری میفهمن، اگه دستمو بزنم رو زمین نقطه کنترل پاک میشه. دستشو میزنه به زمین، نقطه کنترل پاک میشه. جزی وقتی این منطقه رو پاکسازی میکنه میبینه صدای یه نفر داره میاد، میره سمت میکروفون باهاش صحبت میکنه. بعد اون طرف خودش رو معرفی میکنه، میگه من امیلی پاپم، دستیار دارلینگ. بعد جسی میگه که خب حالا من باید حرف بزنم. میگه دروغ بگم؟ بعد میگه نه ولش کن، من جسی ام. یهو امیلی بهش میگه تو رئیس جدیدی، وایسا الان ما میایم بیرون. میان بیرون و شروع میکنه با جسی صحبت کردن. چی بهش میگه؟ میگه که Faden. Call me Jessie. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even. Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. خیلی زر میزنن با هم دیگه. بعد یه جورایی کلیت کلامشون اینه که آره هیس خیلی موجود بدی و فلان. به جسی میگه که برو ببین میتونی اینایی که تسخیر شدن توسط هیس رو نجات بدی. جسی هم یه نفر اون نزدیکی‌ها میبینه میره که نجاتش بده، اما خب بدبختش میکنه، میزنه میپکونتش. میبینه طرف مرد، نه نمیتونه نجاتش بده. دوباره میره پیش امیلی، باهاش شروع میکنه صحبت کردن. به امیلی میگه که این اداره توی یه حادثه‌ای که توی شهر من یعنی اوردینری اتفاق افتاده درگیر بوده. یه جورایی اداره اومد و قضیه رو ماسمالیش کرد. منم اومدم ببینم اینجا چه خبره، چی جوریه. یه جورایی حس میکنه امیلی باور کرد.
میگه خب دیگه کافیه تا همینجا. من بهش گفتم. شروع میکنه با امیلی صحبت کردن. میگه که نمیتونم راجع به دیلن چیزی بهش بگم. میذارم خودتون دیالوگا رو ببینین دیگه. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. خب دیدین که چه اتفاقی افتاد. یه تلفنی هم نشون داد که خب اگه یادتون باشه ترنچ داشت توی بازی میگفت که خط ارتباطی رو پیدا بکن و این تلفن داره زنگ میخوره. حالا این تلفن چیه؟ این تلفن یه شی قدرته که اسمش ده هاتلاینه. این تلفن میتونه یه ارتباط مستقیمی با هیئت مدیره برقرار بکنه. جسی میره تا به هاتلاین برسه. تو مسیرش که داره میره یه سری شیء قدرتمند دیگه ای رو پیدا میکنه، مثل یه فلاپی که میتونه اجسام رو به حرکت در بیاره. جسی هم تلاش میکنه و این قدرت رو ازش میگیره و خب طبعا خود جسی حالا با ذهنش میتونه اجسام رو بلند بکنه و کنترلشون بکنه. بعد یه درگیری سفتی که دهن منو صاف کرد تا ردش بکنم، در نهایت خط تلفن رو پیدا میکنه. قبل از اینکه به خط تلفن برسه من اینم بگم وارد یه موتلی میشه، یه موتل به اسم اوشن ویو. این موتل یک مکان اسرارآمیزه. کلا یه چیز آدموار توی این بازی من ندیدم. همه چیش عجیبه. این موتل یه مکانه، نه اونو پاک کن از ذهنت. این موتل یه مکانه که از طریق اون میشه وارد بوت‌های دیگه شد. یه سری اتاق داره که هر کدوم رو باز بکنی وارد یه دنیای جدیدی میشی، اما یه سری از اون درها رو هیچکس موفق نشده بازشون بکنه، حتی من. فعلا فقط میشه داخل اداره باهاش تلپورت شد. یه همچین حالتی داره. تلفن رو برمی‌داره، بورد رو نشون میده. بورد وظیفه تلفن رو برای جسی میگه. یه ویدیو از دارلینگ نشون میده، داره راجع به تلفن و قدرتش میگه و در آخر میگه که فرضیه من اینه که در شرایط مناسب با این تلفن میشه با فضاهای دیگر هم در تماس بود. خودتونم ببینید نگین دروغ میگه. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is under the right conditions to other planes of existence as well. برمیگردیم سراغ جسی. گوشی رو برمیداره و بازم جناب ترنچ که خودش ریده حالا میخواد گوهاشو جمع بکنه سخنوری میکنه. خب البته کسی نمیدونه اینجا، فقط من الان میدونم چه خبره. میگه که A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director.
آره دیگه. جسی برمیگرده پیش پاپ، میگه خطو پیدا کردم و این صحبت‌ها. براش توضیح میده حرفای ترنچ و تا به اسم مارشال میرسه پاپ میگه آره مارشال رئیس پروژه است، با کماندوهاش به بخش رفته تا HRA ها رو نجات بده، اما برنگشته. جسی هم میفهمه مارشال به دردش میخوره، میگه چجوری میتونم به بخشای دیگه برم؟ پاپ میگه باید بری بخش نگهداری، دستور قرنطینه رو لغو کنی تا بتونی به بخشای دیگه برسی. جسی هم میگه اوکی حله. پاپ از جسی میخواد که یه سری آزمایش‌ها روش انجام بده چون هیچ روش تاثیر نداره و این صحبت‌ها. جسی هم قبول میکنه، میگه خب خودم هم بهتره بدونم دلیلش چیه. حرکتش رو شروع میکنه. توی راه آهتی رو پیدا میکنه، همون سرایی داره. اسکل به جسی میگه استخدام شدی و خدا رو شکر به یه رزق و روزی رسیدی و این صحبت ها. جسی هم میگه باشه بابا کمکم میکنی دستور قرنطینه رو لغو کنم؟ آهتی هم میگه آره ولی قبلش باید توالت ها رو تمیز بکنین. ها نه، میگه یه سری حشره زدن ریدن تو پمپای سرد کن و مولد قدرت. اول برو اونجا رو اوکی کن بعد بریم سراغ کار خودت. جسی هم میگه اوکی من میرم این کار رو انجام میدم تا بتونم قرنطینه رو لغو بکنم. توی راهش که داره میرسه به یه نفر به اسم اریش، سرگروه امنیت اداره که خداییش به همراه رئیسش که سالوادور هستش در کارشون نمونه بودن. یعنی درسته یه دنیا داره به خاطر این اداره نابود میشه اما چیزی از ارزش‌های این دوتا کم نمیشه. سگ تو روحتون. بهش میگه که باید دستور قرنطینه رو لغو کنیم. اونم راجع به همون پمپ و مولدی که آهتی گفت صحبت میکنه. میگه همونجور که احتمالاً حد زدین اینجا وضعیت یک کم به هم خورده است. ریدین یک کم. توی صحبت‌های اسم دارلینگ میاد. جسی میگه دارلینگ اینجاه. اریش بهش میگه که چند روز پیش اومد پایین قبل این اتفاقا. حالش خوب نبود و بوی ماده شیمیایی میداد. و بعد هم دیگه ندیدمش، غیبش زده. جسی متوجه میشه که دارلینگ میدونسته هیس داره میاد و به خاطر همین هم نیستش و کسی خبری ازش نداره، یعنی رفته فلنگو بسته. جسی میره این مولد رو پاکسازی میکنه. چیز قابل ارزی اونجا اتفاق نمیفته جز جنگ و و چندش. بعد از پاکسازی جسی برمیگرده پیش امیلی. تصمیم میگیره با امیلی یه ذره رو راست‌تر برخورد بکنه. اتفاقات دوران کودکیشو میگه، یعنی همون اسلایدویی که پیدا کرد، راجع به پولاریس باهاش صحبت میکنه. داداششو میگه که شرکت زندانیش کرده و این صحبت‌ها، ولی خب یه سری چیزا هم بهش نمیگه. امیلی هم میگه توی یه سری پرونده‌های قدیمی دارلینگ با 2 تا چیز برخوردم، یکی P6 و هدرون. جسی احتمال میده که این P6 همون دیلن باشه، یعنی داداششو پیدا کرده. پاپ میگه بیشتر از این نتونستم چیزی بفهمم، اما مارشال به بخش تحقیقات رفته تا از تولید تقویت کننده ها محافظت بکنه. جسی هم میفهمه فقط این مارشال میتونه خبری از دیلن داشته باشه. میره دنبالش. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past, I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. میرسه به مارشال بهش میگه باید از آزمایشگاه محافظت بکنی. جسی هم کمکش میکنه چون حس میکنه با کمک به مارشال میتونه از دیلن مطلع بشه. جسی میره و دهن هیسو سرویس میکنه و برمیگرده پیش مارشال. دوباره یه دستگاهی توی اداره هست به اسم HRA. این دستگاه باعث میشه افراد بیرون اداره از حمله هیس در امان باشن. اینا هم شروع میکنن راش بندازن که دستگاه به چخ میره. این دستگاه یک سنگ سیاهی نیرو میگیره که این سنگ سیاه یه ماده‌ای داره که از اون میشه در خنثی‌سازی پدیده‌های فراتبیعی استفاده کرد و خب چون دستگاه به چخ رفت سنگ هم به چخ رفت. مارشال میگه به سنگ نیاز داریم. جسی هم میگه من اوکیش میکنم، اما قبلش درباره دیلن فیدن چی میدونی؟ اونم میگه اول سنگو پیدا بکن بعد حرف میزنیم، دنیا داره به فاک میره. راست هم میگه، همه مردم دارن میرن تو دنبال داداشت میگردی. جسی میره، حقو بهش میده و میره. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large-scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive,
resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. سنگو پیدا میکنه، برمیگردونه سنگو پیش مارشال تا به ادامه صحبتاشون برسن. مارشال میگه داداشت اینجاست. یه موقعی خیلی خفن بود و به عنوان P6 میشناختیمش، یعنی کاندیدای اصلی مدیریت بوده، ولی بعد یه مدت از قدرتاش سوء استفاده کرد. ما هم انداختیمش تو هلوفتونی. بهش میگه باید مراقب اداره باشی و دیلن خطرناکه، نباید از زندان بیرون بیاد. جسی هم مصرانه اصرار میکنه، میگه من باید دیلن رو پیدا بکنم و ببینمش. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. میره تا دیلن رو پیدا بکنه. بازم از موتل عبور میکنه تا به قسمت زندان بره. اونجا با مسئول زندان روبرو میشه، فردریک لنگستون. جسی بهش میگه من باید برم داخل. اون میگه خطرناکه ولی تو رئیسی، بریم تو کارش. اما شروع میکنه تاریخچه زندانو گفتن. جسی هم میگه دیلن فیدن اینجاست، میخوام پیداش کنم. اونم میگه اوکیه ولی قبلش یه شی قدرتمندی رو باید مهار کنی. یه تلویزیونه و داره همه چیزو داغون میکنه. اگه زود بهش رسیدگی نشه زندان رو با خاک یکسان میکنه و تمام اشیاء قدرتمند از کنترل خارج میشن و خب اگر از کنترل خارج بشن بدبخت میشیم. سالوادور هم یعنی رئیس امنیت اداره رفته تا بهش رسیدگی بکنه اما خبری ازش نیست. جسی هم میگه باشه خودم حلش میکنم. میره، بعد کلی درگیری میرسه به تلویزیون، قدرتش رو میگیره و باز هم بورد بای صحبت میکنه. قبل اینکه من بگم، من نمیدونم چرا یه سری از ویدیوهایی که داشتم بازی میکردم پاک شده از توی کامپیوترم و اینجا وقتی که میخواد بره تلویزیون رو قدرتش رو مهار بکنه با یک فردی که توسط هیس تسخیر شده میجنگه. این فرد همون سالوادوره، یعنی رئیس امنیت توسط هیس تسخیر شده و خب چون تسخیر شده جسی هم میزنه دهنش رو سرویس میکنه و میکشتش. گفتم میره، بعد کلی درگیری میرسه به تلویزیون، قدرتش رو میگیره و باز هم بورد باهاش صحبت میکنه. وارد آسترال پلن میشه، یاد میگیره از قدرت چجور استفاده بکنه و همون مراسمات و غیره. جسی میرسه به سلول دیلن، میبینه همه چی درب و داغونه و دیلن هم اونجا نیست. پاپ از طریق رادیو داره جسی رو صداش میکنه، میگه که دیلن اینجاه و خودش رو تسلیم ما کرده، تحت تاثیر هیسه ولی با بقیه کسایی که تسخیر شدن فرق داره، ما هم قرنطینه‌اش کردیم. جسی میرسه به دیلن، انتظارها به پایان میرسه. دیلن رفتار خوبی با خواهرش نشون میده، اما وقتی از حضور پولاریس با خبر میشه عصبانی میشه و شروع به پرخاش میکنه. دیلن به خاطر آزمایش‌های زیادی که توسط دارلینگ و ترنچ روش انجام شده از این دوتا متنفره، میخواد سر به تنشون نباشه. به خاطر همینم با هیس ارتباط برقرار کرده که بتونه از زندان فرار بکنه. جسی متوجه میشه باید بره اسلاید پروژکتور رو پیدا بکنه و اون رو خاموش بکنه تا بتونه یه جورایی این هیس رو از بین ببره، از این بود خارجش بکنه. توی مسیرش یه سری ویدیوها پخش میشه از دکتر دارلینگ، توشون داره یه سری وقایع از گذشته رو میگه و راجع به دیلن صحبت میکنه، قدرتش رو میگه، تحسینش میکنه، میگه بابا تو خیلی خوبی، این خیلی فلانه بیساره. طی این ویدیوها که جسی پیداشون میکنه متوجه میشه دارلینگ پروژکتور رو برده به بخش تحقیقات و از همه چی هم آگاه بوده، یعنی میدونسته قراره چه اتفاقایی بیفته. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there.
That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. تصمیم میگیره بره همونجا که پروژکتور رو پیدا بکنه خاموش بکنه. توی مسیر یه سری الهاماتی از آهدی میبینه. اینجا مشخص میشه که این آهدی فقط یه سرایدار ساده نبوده. خیلی راجع بهش اطلاعاتی نیست، اما یه سری نظریه هست. من اونا رو میگم، حالا دیگه خودتون هر جوری دوست دارین میتونین فکر بکنین تا به یه قطعیتی برسه. یه سریا میگن که این شکل فیزیکی خود اولدست هاوسه، یعنی خود این اداره کنترل فدرال همین ساختمونه. یه سریا هم میگن اینم مثل پولاریس یا هیس یا هدرون یه نیروی بین بعدی هستش و وظیفش برقراری تعادل بین بعدهاست. به مسیرش ادامه میده. باز یه نخ میبینه، میکشه پایین، وارد موتل اوشن ویو میشه. یه دری رو باید باز بکنه، در رو باز میکنه، میبینه که انه. آهدی یه کاست پلیر رو بهش میده، میگه که اینو بذار تو گوشه، تو رو از 1000 تور ردت میکنه. یکی از خفن ترین مراحل بازی که میتونم بگم این مرحله است که آهنگ توپی هم توش پخش میشه. جسی آهنگو میذاره توی گوشش، میبینه اگه آهنگ پخش بشه کپی رایت میخوره، تمام زحمات بنده رو به چخ میده. پس آهنگ توی ویدیوی من اینه. The expedition into Slidescape 36. What Darling brought back changed everything. و ترنچ دوباره میاد و اینا رو میگه. میرسه میبینه پروژکتور اونجا نیست. یه سری ویدیو باز از دارلینگ پیدا میکنه که لازم میدونم ببینین خودتون. The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. And Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of 5 pillars like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf, and radios don't work. Correction, resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. It made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron. We built a Was container that for it. you? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You're here. You're here. They have you. I know you. آره، هدرون، همون که اسمشو آوردم ولی هیچی ازش نگفتم. درسته، یادم رفت، اصلا حواسم نبود راجع به این حرف بزنم. این هدرون چیه؟ یه موجود فرابعدیه مثل پولاریس و هیس که دکتر دارلینگ طبق همین ویدیوها توی اسلاید 36 پیداش میکنه. هدرون در اصل تقویت کننده پولاریسه و چون جسی
منبع پولاریسه و هدرون با پولاریس در تماس بوده، از طریق پولاریس با جسی ارتباط برقرار میکنه و اونو میاره توی اداره. پس یکی دیگه از دلایلی که جسی اومده اینجا این بوده که هدرون میخواسته، چون میخواسته جلوی هیس گرفته بشه. جسی هدرون رو پیدا میکنه، میره تا هدرون رو بررسی بکنه. محفظه رو باز که میکنه، هیس وارد محفظه میشه. یه درگیری طولانی صورت میگیره. جسی هم تلاش میکنه هدرون رو آزادش بکنه. هیس میزنه، هدرون رو جر میده. خب چون هدرون جر میخوره، پولاریس هم جر میخوره و خب چون پولاریس جر میخوره، ذهن جسی برای تسخیر شدن توسط هیس آماده میشه و خب جسی هم جر میخوره. یعنی چون جسی جر میخوره، منم جر خوردم تا این بازی رو تموم کنم، ویدیو بسازم و با این اینترنت آپلود کنم این ویدیو رو که تهش شکست بخوریم. سگ تو روحت هدرون، سگ تو روحت پولاریس و همه کسانی که از راههای دور و نزدیک تشریف آوردن، همچنین سمله‌ای که عزیز که دوست دارم. سگ تو روحت با اون فنجونت. چه اینجوری شد؟ Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing The tomorrow. Bureau is the best at what it does, protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming when she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? بریم سراغ ادامه داستان. بله، ادامه داستان. جسی تبدیل به یه مأمور اداره شد. یه سری کارهای تکراری رو هی باید انجام بده. لباس فرمم پوشیده اینجوریه. در نهایت میره توی اتاق رئیس، یعنی ترنچ، که نامه ها رو بده بهش. یه سری تصوراتی رو میبینه، مثلا روی صندلیه و دیلن به سر شلیک میکنه. در نهایت متوجه میشه اصلا خود ترنچ پروژکتور رو روشن کرده. آشغال. تازه اینجا جسی متوجه، یه ذره زودتر متوجه شدیم، من اشاره کرده بودم بهش. متوجه میشه که داخل تصوراتیه که هیس داره میسازه. میزنه توی تصورات، ترنچ رو میکشه. خودش میشه رئیس و با خط تلفن با بورد ارتباط برقرار میکنه. اما کسی که پشت خطه کس دیگری است. کیست؟ Hello, this is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedron is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the Endgame. It will be revealed. آره، دکتر دارلینگ میگه برو به دفترم جسی. جسی هم میره و آره، پولاریس نمرده و جسی بازم میشه منبع پولاریس و اونو به بعد ما برمیگردونه. در نهایت دست در دست هم میرن به جنگ هیس. بعد از کلی درگیری بازم سخت، بالاخره پروژکتور رو خاموش میکنه. ارتباط هیس و دیلن رو قطع میکنه. اما چون دیلن توی کودکی با پولاریس در تماس بوده، بعد از قطع شدن ارتباط زنده میمونه. یعنی مثل اون بقیه که تلاش کردن ارتباط رو قطع بکنن، یارو چوله شد، این چوله نشد، رفت تو کما، فقط زنده موند. جسی هم میشه رئیس اداره کنترل فدرال و میگه تا زمانی که همه بخش ها پاکسازی نشده، اداره قرنطینه بمونه تا جهان رو از تهدید هیس در امان نگه داریم. خب این بود داستان کامل بازی کنترل.
پاره شدم. شما هم ساب کن تا جونی به ما برگرده برای ساخت ویدیوهای جدید. شاکرتونم. هنوز ویدیو یه ذره دیگه ادامه داره، آخراش هم ببینین. میخوام یه سری نکاتو بدم. خداحافظ. یه سری اطلاعاتی توی بازی وجود داره که مرتبط با دنیای آلن ویک، مثل این فلاسک قهوه. اینا رو توی بازی آلن ویک هی جمع می‌کردیم. یه مدارکی پیدا می‌کنیم که میگه این فلاسک قهوه یه شیء قدرته. قدرتش هم خطرناک نیست، فقط قهوه رو همیشه تازه و گرم نگه می‌داره. یکی دیگه از این اشارات نوار کاستیه که آهتی به جسی میده تا با استفاده از اون از 1000 تو رد بشه. این نوار شامل یه موسیقی از گروه خدایان پیر آزگارد که همون برادران اندرسونن که توی بازی آلن ویک بودن. اونا آهنگایی میساختن که قدرت ماورایی داشت. حالا ما با استفاده از یکی از اون آهنگا میتونیم از 1000 تو رد بشیم. آهتی هم زمانی که این کاست رو میخواد بده به جسی میگه این از طرف یکی از دوستای منه. اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم شاید آهتی ملاقاتی با برادران اندرسون داشته توی بعد دیگه یا یه جای دیگه. یه پرونده هم هست توی بازی مربوط به وقایع برایت فالز، همون روستایی که وقایع بازی آلن ویک توش اتفاق میفته. یه صدای ضبط شده وجود داره که بین یه روانشناس و جسی فیدنه. توش از توماس زین یاد میشه که توی بازی آلن ویک باهاش آشنا شدیم. توماس زین یه شاعری بود که خب خیلی اتفاقات عجیب غریبی افتاد. اگه دوست داشتین میتونین ویدیوشو ببینین که کامل آشنا بشین باهاش. You mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. این اشارات به اینجا محدود نمیشن. مابقی این اشارات رو همشو توی اینستاگرامم قرار میدم. اونجا منو فالو بکنین تا دیگه این ویدیو هم خاتمه پیدا بکنه.